او کجا داشتیم؟ تمام بسته اینا میام اومد اینا 5 minut پس همونجا میشه مایل خب ایفو سری بیجان رو میدادم رو موندیم این دفعه زنه که نپرسیده رفتم هم خزدن اکاد که پرسم نپرسم میپرسم بون نزنم عیب شو یا برزنه که پرسم هیچ گپ نمیشه کوخی هموشو خوردی اقلا برای عبید یک خطرش نمیمونی ایری بیه یکان میگرش نماده چه خیلی گوه یکاره آخه اقلا ای قرچ در کنش میمازی چه میکده که زنک جان خب چی جان زل داری تو زنک جان یک ستیل او آوردم یک یعنی همه امیر دم خشیده هیچ گپ نه سایو یاسلی شیر متتکو یا ستیل او چیگه بابا سه ستیل دیگه بیار زنک جان نخود داری یک خوردن همه امیر بخری زنک جان حاجی من خودم او میرم تو جیک شدی اوکی گفتم یا چی پرسن تو زنک جان سفرها بخیر رحمت زنک جان او دفعه نپرسیده رفتم خیلی بخش زنک جان دیگه تکرار نمیشه گفتم این دفعه پرسن تو با الخونشه قطعا اون جروما مسئله کردیم که چه خیلی بود هوای بهار تازه گفتیم یه روزه زنک جان که بریم بداو میریم و بداو میایم تو یه روزه زنک جان برام گفتم یا پرسم تا مایلی برام از زنک جان ای زنک جان تو یاتی اودی پیش زین جروم دا همین خیلی تعریف میکنم ای وایار زناش نمیمونه شونا تو یاتی زنک جان تعریف میکنم مایل خیر زنک جان یه روزه میرم میام زنک جان ای مردک ها مایلی خیر یو خیر نه که ای اوسون وقتی گشت اومدی ای دروازه خونه هوشیار بدرو و تو چی گفتنی که ما 3 روز پس بیام Aka جان شما بین یا بار لا بیا با ماده مرمت پمیدور منه نوک داره نوک شروع منه 3 نوک گیرن 2 کیلو دیگه سیب گیرن و پمیدور گیرن شید 2 کیلو ها اوه زیر میگیریم شاید کپی ای طرف کپی ها کپی چی با من میکردم شما مغازین چند ایجا هو بعضی آدم‌ها یاردم میکنن بعد کسای چولی بستن به. چرا خیلی بور میکنن خیلی بور نکنن خیلی نمونن ایرا یک کاغذ در پیچونده گیرن ماده وی پاکت تازه مایلی اوخ ماده خیلی نچن همه جزیر میشوه یا تا پیچون یک تا پیچونه نو ایشم و پمیدور هم میگیریم ها پمیدور هم میگیرم خیلی مایل هولی بیا کیلو بکشم و نه اوخه های زیمونه بازیمون جزیر میشه آفا با خودم کیلو دومینی خیلی تماشا کردن که مایل خوغاز باشه نه خوغاز ما هر یکتش خوغاز پیچونده میگیم شما تماشا کردن گیری ما پیچوندن میگیریم شما تماشا کردن گیری مرحمت با چی میگیری نفا هم 2 کیلو سوی دیگه هم پیچونه کچی پمیدور بنا شوه که نو پیچونده بگیرن پیچونن ده میوه کاغذ ده گاب نیست روسا میگن کلینت всегда прав ما آخر در خدمت کلینتیم منم با ایشونه تماشا کنیم با چی در کارای جورا مغازین کلونه تماشا کنیم هر یاتی ایره کاغذ پیچونم میخونی آفرین اون مرده که زناقتی زندگی میکنه هم خیلی کلینت همین بدنش نبودنش قویه دیگه هیچی نخره که این روزو بگم میکن خیلی قدیمایه نخود چند پوله؟ نخود چند پوله؟ نخود؟ هر یا دونای نخود هم پیچونده خواهر جان وای نخود فروشی نیست وای اما تخمی مونده که مثال میکارم شد وای تخمی های آورد نه
اگرم 5 کیلو برنج بگیرین من اوتا این آمده آچا ما میدیم آمده رفتی یا چه اومده نقص اومده رسیدم بچه های من بیا در بچه ساختم نقص اومده نخی نقص اومده اینا اوه بیا تا نه که قدت بلند شده کو یا چنکلین کو شوی اوتا تو خند نتش مصفه داخل ایران اومد دیگه بفرشی دیگه خند نتش بشینه تا بشینه انا میتا وای انا اسبابای نو مبارک ولی اسبابو همین اسبابو شیداخی دیگه ها او نوکیار بود دیگه مایی نمیشکل او اسبابای تو رو تشه چی ویم دیگه شید یا که حالم همون مونده اگه وای وقتی کم کار میکنیم اخی وای دستی کار میکنیم روز میشه بچم که اون تو رو تشه بنزپیله و سرکولیار که میشه خیلی هم میشه بچه هم ره ده از اون کشیده نخی نقص اومده رسیده خیلی ها همی رفتیم اومدیم اخی که این چه خیلی شد یک سال گذاشته یک سال شما پیاده رفتین آمده نه سمالیات که رفتیم نه این سنم او سنم ایشنم سمالیات که او سمالیات که نغز دیدی کمپیر بچه های ما اسمالیات سوار شدیان اسمالیات تو اسمالیات دیدگی هستی؟ دیگه هستی؟ هوا دو پری دیگه دیدگیم شد تو اسمالیات چه کم دیدگی نیستی؟ دیگه نیستی ای کجا؟ اسمالیات چه کم ما دیدگیم در دور جنگ بزرگی وطنی اسمالیات چه کایی بمباردی روشیک بدن همه که میششتی او اسمالیات چه کنیم تو ویگو بدیش خیلی میگشت حالی اسمالیات های انا بچه ها ششتگی راست میره غواز کده راست میای غواز کده راست میگی معنی خیلی سوار میشیده میپریده میرفته میومده راست میگه آتام راست میگی لیکن ما ایس رفتیم شروع رفتیم ایس رفتیم 4 ساعت رسیدیم 4 ساعت انا خندتون زونه لیکن او ساعت 4 ساعت نه 18 20 ساعت قریب بومدیم وی اکا برای چی اکا اوستو 18-20 ساعته آخه نمی اومده سبنه داره همین سمالات بالونش داره سان زاق کفی بالونش با فکر ممنون در هوا همون شلنگ ترمزش کندن با این شافیار فرومد گو که همون یا چی فرومد گو که بچه گو موتورش هم زد با همون سمالات خلاصتای خودمون گفت که همه کسا یا جویا شده همون سمالات تلکده تا ایرپورت خودمونو آورده